در ادامه ویدیو دیگه همراه ما باشین. ویدیو جالب و عالی هست. خب دوستان عزیز، دیگه فروشگاه ما دور میخوریم این طرف ساختمان هم دوستان عزیز تقریبا کارش خلاص است تقریبا. البته دوستان عزیز متریس رفت. نیوی خوش فروشی ها دوستان عزیز، چک بازارک زیبا و پاک خوبش داره. طرف کنم که آفتاب اذیتتان نکنه دوستان عزیز. این قسم ببینین خاموش است امروز، هنوز روشن نشده. طرف دیگه دوستان عزیز میریم طرف چهار راهی. ببخشین چهار راهی میگم. سلام و درود نصاره تک تک شما دیزان. انشالله که خوب صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در فروشگاه شهر کابل هستیم، اما قصد نداریم از فروشگاه و از بیشتر از فروشگاه که به پل خشتی میرسه از اونجا دیدن بکنیم. دوستان عزیز قصد ما است که بریم طرف فواره آب و از فواره آب دیدن داشته باشیم. ما میریم دیگه دوستان عزیز فواره آب میبینیم. البته از زیرا تا حال نرفتیم، بار اول است که از زیرا ما طرف فواره آب میریم. بازم تو دور میخوریم طرف جاده نور پشتون دوستان عزیز و میاییم پل خشتی. در ادامه ویدیو دیگه همراه ما باشین. ویدیو جالب و عالی هست. خب دوستان عزیز، دیگه فروشگاه ما دور میخوریم این طرف ساختمان هم دوستان عزیز تقریبا کارش خلاص است تقریبا. البته دوستان عزیز متریس رفت، اما هنوز بهره برداری سپرده نشده یا ساده تر بگوییم هنوز ازش استفاده نمیشه و هنوز بعد از کارهاش باقی مانده. میریم تو به پیش دوستان نهایت گرامی بازار رو ببینیم. بازار صبحگاهی فروشگاه رو در دستور میبینیم دوستان عزیز. نیوی خوش فروشی ها دوستان عزیز، چک بازارک زیبا و پاک خوبش داره. طرف میوه فروشی ها دوستان عزیز و این طرف هم یک کوچه یک است که طرف سید قمر میره. یک ویدیو درباره جور کردیم کوچه یک مخفی سید قمر که اگر ندیدین دوستان عزیز برین دمی پلیلیست شهر کابل کوچه مخفی سید قمر یا کوچه مخفی جاده نور پشتونه جستجو بکنین دمی کانال پیدا میشه و میتونین ببینین. میام دوستان عزیز دیگه میره طرف دیوانان کابل. بازار آریانا بود که بازار آریانا دیگه از بین رفت و خراب شد. یا دوستان از پیاده رو نداره، پیاده روش مسدود است به خاطر ریاست عمومی حقوق. یا بغل سرک اما تو با پیش میریم. ما باید شکر رو ببینیم دوستان عزیز از صبح چک کیف میکنه یا به نای شکر خوردنش. امروز فرواره آب هم دوستان عزیز خاموش هست و روشن نیست. میریم یک دور میدنیم چهار راهیشه بازم تو میریم طرف جاده نادر پشتون. میبینید دوستان عزیز میبینید یا به انگور هست. ببخشید انگور میبینید دوستان عزیز آب کشمش. آب کشمش هست، بعضا از آب کشته هم میباشه، آب آلوبالو یه چیزا در فهمین دیگه. بازارک دوستان عزیز خود گرم است و چای و شیرچای و شیر میفروشن. یا موترهای پلچرخی و کارتینا و از جاها هست. دوستان از پختونستان وات
یا فواره یا چهارراهی پختونستان واد یا پشتونستان واد دوستان عزیز. تا جایی که ما معلومات دارم دوستان عزیز میگن که در اینجا قدیما همیشه پرچم پشتون ها بلند بود یا از قوم پشتون. نمیفهم که اوچ وقت پایین شده، من پرچم اصلا به یاد ندارم دیگه. میگن که بوده، اما در ضمن از دوستان عزیز همیشه در این بخش کابل محافل برگزار می شده. بعض از چیزهای دیگه منظور از محافل می جشن ها و چیزاست برگزار می شده. این هم یک نماد از دوستان عزیز سنگاره که می بینین به پشتونستان کابل یا چهارراهی پشتونستان گرفتم در افغانستان بانک از دوستان عزیز و وزارت مالیه و این چیزها هم دوستان عزیز در این طرف است. کن آفتاب بالاش میدرخشه دیگه. طرف کنم که آفتاب اذیتتان نکنه دوستان عزیز. این قسم ببینین خاموش است امروز، هنوز روشن نشده. طرف دیگه دوستان عزیز میریم طرف چهارراهی، ببخشید چهارراهی میگم، پل خشتی که از جاده نادر پشتون کابل میگذریم. منتظر ویدیو پل خشتی همچنان باشین دوستان عزیز. بازدیدی از بازارش، از زیرزمینیش و از خود پل خشتی ویدیو نشر خواهد شد. این دوستان عزیز سینمای آریاناست که در تصویر میبینین که یک سینمای مشهور محبوب در کابل بود و هست. البته دوستان عزیز در وقتش که ما نبودیم، وقتا فیلم سیل نکردیم، حالا دیگه بسته هست و باز نشده. این طرف هم ریاست حقوق است که براتون نشانش دادم دوستان عزیز. اینجا هم دیگه سرک جاده نادر پشتون هست که از سرک بگذاریم. دوستان عزیز های سینمای پامیر، ببخشید سینمای آریانا رفتین یا هر سینمای دیگه در افغانستان، البته چه خاطره ها دارین از زمان؟ چه قسم فیلم ها نشر میشد؟ چی ها نشر میشد؟ برای ما بگوین از خاطره هایتان تا ما هم ببینیم و بخوانیم خاطره هایتان که چی بود در زمان قدیم و چی فیلم های نشر میشد. طرف دوستان عزیز میام دروازه سینما هست دیگه، بسته هست، همیشه وقت دیگه بسته می باشه. جاده نادر پشتون هم جاده خلوت است دوستان عزیز. امروز البته خلوت نیست، بسیار بیروار می باشه. منظور از حال بود که میریم، حال فعلا خلوت و کم سر و صداست. این جاده دوستان عزیز الکترونیک فروشی هست و به حد بیروار می باشه، به حد شلوغ می باشه که هیچ حد نداره. موتورها ساعت ها در راه بندی بند میمونه، مردم بسیار سرگردان میشن دوستان عزیز. خب بخاطر که عمده فروشی الکترونیک فروشی اینجا است، از یخچال گرفته تا ماشین فروشی و کامپیوتر و همه چیز مردم مال به صورت عمده میارن دوستان عزیز، به صورت عمده مردم میخرن. همین خاطر دیگه بس سرک دیگه بیروارش نسبت به دیگه جاها زیادتر است. حال دوستان عزیز ساختمان نو خیرخواره در تصویر میبینین که در وقتی که ساخته شد بسیار سر صدا کرد. اونجا خوراکشیش بود دوستان عزیز، خوراکشیش مال نیست یا خوراکشی شده و تمام شده و جایزه ها رو توزیع کرده. اون در داخل هم نیست، اگر نه در داخل داخل می بود. طرف هم دوستان عزیز باز دکان ها باز کرده، بازشان نه دیگه. پیشتر هم مارکت صدیق عمر و اعلی نظر هست. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تون.